درود دوستان، سال 2026 سال آینده در شرکت UFC از محاربه موین غفورов شروع می شود. 7 فوریه تقریبا بعد یک ماه در لاس وگاس در امریکا در شرکت UFC موین غفورov بر ضد ورزشگر لهستانی یعقوب ویکلچ محاربه خواهد کرد. دوستان، رقیب موین غفورov گوشتنگیر است، زیادتر در زمین گوشتین میگیرد و از رشته BJJ گوشتین برزیلیایی کمربند سیاه دارد. خیلی خوب است. زیاد هم یک 50% همون محاربه باشد در زمین بردگی، طریق لتی دست، طریق بوغی کردن. برای همین موین غفورov باید کمتر در زمین احتیاط باشد. موین غفورov هم در زمین خوب گوشتین میگیرد چون که بعض از گوشتین است. چمپیون قهرمان جهان اوید با سامبو است و در زمین خیلی خوب گوشتین میگیرد و فیری من در امریکا هم قهرمان امریکا اوید با گوشتینی جودو شدگی بود و رستور هم خیلی خوب جنگ میکند موین غفورov و ما امیدواریم که موین غفورov در UFC روز 7 فوریه دست بالا می شود. حریفش 17 برد دارد، 3 تا باخت و 2 تا مساوی. در UFC 1 تا محاربه گذراندگی است و همون هم بردگی است. موین غفورov باشد 20 تا برد دارد، 6 تا باخت. در UFC 4 تا محاربه گذراندگی است، 2 تا برد و 2 تا باخت. و به هر حال شانسی موین غفورov زیادتر است برای بردن در این محاربه. این فکر من است و دوستان فکر خودتان رو نویسید درباره ورزشگر لهستانی و درباره موین کی زیادتر شانس دارد و ما امیدواریم که موین غفورov دست بالا می شود 7 فوریه و فکر کنم که در زینه در UFC در همون سرخط روی UFC شاید که در تاپ 15 هم نامش نوشته شود. دوستان فکر خودتان رو نویسید، دعا کنید که موین غفورov 7 فوریه دست بالا شود. این خیلی مهم است حاضر برای ورزشگران UFC چون که UFC میتونه شرطنامه را قطع کند. حاضر شرکت UFC ورزشگرایی را میکواد پیدا میکنه، میخواد با اونا شرطنامه بنده که اونا میتونن با قول انگلیسی خیب کرده تونن و خودشان انگلیسی را بدونن و خودشان رو نمایش دهند در پیش مردم. در برای همین موین غفورov در 7 فوریه باید که حتما دست بالا شود. دوستان فکرتون رو نویسید، در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید و من خبرهای خوش رو به شما حتما میرسونم. خدا یار و یاورتان باد.